بچه‌ها این عملیات امروز خیلی مهم است. آنچه در اونجا هست باید به دست آوریم. همه احتیاطکارانه حرکت کنند. کنی زود آماده باشید. ملکه خانم پلیس در راه هست، زود با من بیایید. رشید 50 بار است که زنگ میزنم، چرا جواب نمیدهی؟ وای مشغول بودم. تلفن بی آواز بود، چی شد؟ باز چی هم میشد؟ پلیس محاصره میکند. محاصره؟ چی خیل؟ همین جورا؟ زود باشید، همه چیز را نابود کنید، حاضر اینجا میشوند. بگیره. ثبت ها رو گرفتم میبرایم. این حاصل زحمت چندین ساله است. وقت نداریم، چیزی که گفتم همان را کنید. این ثبت ها هستی ماست، التماس نرسید، التماس. یک طرف است، خلال نرسان. خواهش میکنم نرسید. کنی بس کن. تو چی میخوای که به دست پلیس افتد؟ هیچگاه من با این کار هیچگاه دستور نمیدیم. با من گوش کن رشید، من از تو اجازت نپرسیدم. یا امری دادم رو اجرا میکنی یا با یک تیر کارت رو تمام میکنم، یا با ثبت های یک جوی میسوزی، فهمیدی؟ خیر چیکار کنم؟ همش رو میسوزونی، دیگر چاره نداریم. کنی زود باشید. در اینجا ثبت هایی هست که برای 1 تا 10 نفر جانشان رو میدهند. خزینه ای سال هاست. زودتر 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 زودتر. این ثبت ها یگانه بندهایی است که آنها رو نگاه میداریم. اینها رو هم گیرید. با پای خودمون خور میخلانیم. همینجا بود، یاد دارم جایی که ملکه رو با آن مرد دیدم. پلیس ها آمدند، اطراف را احاطه کردند. شما هر دو نزد در استید. کاری کرده اونها رو نگه داشتن لازم. با ما کمی وقت لازم. مایلش. اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ من آمدم. رفت همه خزینه رفت. التماس نکنید این کارو. دیگر با من
دست میرسونی فهمیدی؟ سردارم از درون آوازی تیر آمد. پلیس در را گشایید. زود این رو برداشته اینجا گذارید. زودتر زودتر. درش کنید. زودتر باشید. اطاعت سردار. زودتر زودتر. پلیس در رو میشکند. بچه‌ها باز هم سخت‌تر. زودتر این در روش کنید. شما از اینجا بر اومده ما رو انتظار شوید. اگر از پیشتون پلیس بر اومد چیکار کردنتون رو میدونید. مایلش. زودتر. شما چی؟ فکری من رو نکنید. شما پلیس ها کاری غیر چشمدار رو دست میدارید. من هم به شما تحفه غیر چشمدار دارم. زودتر بچه‌ها زودتر آخر. باز هم سخت‌تر. نجیب سردار تو تنها خاکستری خزینه رو به دست میاری. خودی خزینه رو باشد اصل. تیزترش کنید این در را. حرکت نکن. دستت را بردار. آقا خاموش کن این رو. بمبا! بمبا گریزید! گریزید! شو زودتر. سردارم! آقا زودتر بچه‌ها گریزید! بمبا! گریزید! زودتر زودتر. آی! سرکمیسر خوب هستید؟ من خوبم. با خزینه دیلم سوخت. اینقدر مهنت کرده بودیم. زحمتی بسیار حیف شد. اکنون چیکار کنیم؟ پراکنده میشویم. روید روید. مایلش. اتینا چی خبر؟ مسئله خزینه رو دیده برآمده؟ همه رو نیست کردم. چیزی باقی نموند. حتی برد هم کردیم. برد کردید. چی بوده است؟ پاره های جسدی سرداری شعبه نجیب یلمس. اتینا این چی خبری خوش است؟ حاضر ما مجلس بداریم. تو را هم انتظار بشویم. حاضر می آیم. بیا. سردارم. مرحمت جناب.
خوش آمدی پیکاس. خوش باشید. چخیلید؟ چه خیل باشم، پلیس به خزینه هجوم کرده است. راست میگویید؟ جای خواطری نیست، چون همیشه آتنا چاره کار را دیده برآمد. لیکن نمیدونم، گویا که هر روز کارمان دشوارتر شده ایستاده. خواطر نشوید، متحدتر میگردیم. این دولت یک صاحب دارد، آن هم مایم. دولت هم مایم، شهروند هم. دیر و یا زود این را همه میفهمد. کمی بینیم چیکار باید کرد. هیچ غم نه، بخیر است. بایسته. اوی، آب نوش. سردارم. 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 بپروا باش خاقان، خوبم. انشالله تو هم خوب میشو. شکر خدا. خوب هستم. اگر تو نمی ممکن میمردم. خاقان بیا مان این گپ ها را. اجل وقتی آمدنش نست تو میپرسد و نه از من. تا چیزا چی شد؟ به دستمان رسید. متخصصان دیده میبرایم. تو باشه حالا خودت را آماده مکن. و تو بسیار گپ زدن ممکن نیست. حالا کار بسیاری به دوش داریم. فهمو سردارم. آفرین. سردارم ترسیدم که با شما چیزی رخ میدهد. نه ضرری ندیدم. تو چه حال داری؟ کمی پایم عیب شده است. یک چند روز باید احتیاط کنم. ثبت ها در کجاست؟ در فیته ها. فیته ها کجاست؟ در خزینه. خزینه کجاست؟ سوخته خاکستر شد. از متخصصان تکنیکی بهترینش را طلب کردم. فکر میکنم که شاید یگان چیزی به دست بیاریم. سردارم در ماشین بودند. گفته بودید به یاد دارید؟ بله، خیلی خوب به یاد دارم. این جایی که ملکه را با آن مرد دیده بودم. جایی که عکسشان را گرفته بودم. پس ملکه همون شب به خزینه اومده است. کاش مطمئن شوم. دیگر چی جای شبهه سردارم؟ همه چیز معلوم است. حداقل یک دلیل به دست داریم که وقتی دومش را زیر کردن آواز نبرارد. به ملکه یگان چیز اشاره نمیکنیم، فهمو؟ ذره نفهمد که نسبت شبهه داریم. لبای زنک؟ نجیب در کجایی؟ در هوای استراحت دارم. زنک در کجا شوم؟ در کار. توبه نجیب، به تو سوال هم داده نمی شود. الپرین زاد روز دارد، فراموش نکن. الپرین کیست؟ توبه کردم. شوخی کردم زنک. خواهر شما یگان چیز تیار کنید تحفه باشد از من. رانو و ملکه رو خبر میکنم. تو ممدوحوی گیت رو بیار. ملش تو ملکه رو بگو مرحمت کند. خیر تو بگو. همه امان میدانیم اگر خواهیم که صاحب ملک بودنمان را نشان دهیم و آن را ادامه دادن خواهیم که هدف ما همین است. با ما بینظمی لازم. بینظمی، شور انداختن و ترور. این سه شاهرگی ماست که از آنها قرض داریم. درست است. مردم کشا چقدر ترسن همانقدر انتظار نجات دهنده میگردند. اصول قدیم است اما اعلی است. گرچنده که نفران آن را خاطره دانسته افشا کردن شوند هم تاثیرناکیش محفوظ است. برای به زانو شناندن مردم نزد نجات دهنده مشکلی نخواهد شد. درا سردارم اتنا. بیا اتنا بیا. ما قوی هستیم که تکیه میکنند. یعنی صاحب اصلی این دیار موزن اگر دست چپ و راستش را استفاده بردن نتواند در پا زیاد نمی ایستد. یعنی سردارم؟ یعنی فرخ معنیش این است
گروه راست را که اداره میکند ما، گروه چپ را که اداره میکند باز ما. میبینی که طرفدار شب در مرکز سودا ماده ترکنده گذاشته، تو غیر را به قتل میرساند. باز میبینی که تاجری دیگر در دیگر جا کشته میگردد. مردم همیگل فکر میکند. اول کدامش؟ به من باشد دست چپ را انتخاب میکنم، لیکن کار را پیکاس سر کرده است، میخواهد دوام دهد. عین حال حزب جهاد فعالیت نشان داد و اجرای کار به منفعت کار است. دیگر عملیات در این وقت آنقدر اعتمادناک نیست. در سال 2000 نه 70 و 80 رسمای تغییر کننده نسبت به دادستانهای دولتی بد نیست. در این مسئله باید بیشتر کار کرد. این دو هجوم به شهروندان هراس می‌دهد، دولت را ضعیف نشان می‌دهد. آدمان که زیر محافظ بودنشان را فهمند بر امر آماده می‌گردند. سردارم سخنت را میبرم، لیکن معلوم است که حقوقدانها مرکزی تشکیل دادند که میخواهند در سر قانون تغییرات اجرا کنند. دیده برآمدن مسئله ترور را در مد اول گذاشتند. انا همین کار مرا میترساند. سخنهای آزادی وارد شوی به اروپا، دیده برآمدن سرقانون معنای ضربه زدن بر سینه ما را دارد. پس حزب جهاد رو با آنها حواله میکنیم، با یک تیر دو نشان میزنیم. شریعت آمد از گفته غوغا میبردارند. و برای سیاستمداران نو مانعی ایجاد میگردد. به فکرم پیشنهادی خوب است. پروکورور آقای سوهم یک وقتا حزب جهاد را بازپرسی کرده بود. میبینی که این هم سبب میشود. با زمیان رسمهای تحقیری پیدا گردد، بالای سوختن مکاب میشود. آقای دادستان، قبلا دیسک بیریان شده رو دیده بودید؟ نجیب سردار خیره میتابند. چیکار کنیم؟ متخصص اعلای تکنیکی میآید. داهی کامپیوتر گفتن. نمیدانم یگان چیز میتونسته باشد. بیا. سردارم متخصص کامپیوتر آمد. درآید. سلام سردارم، من متخصص عاطف. دیسکایتان همینن مگر؟ متخصصی به همتایتان همین است؟ مسئولان این ساحه همین خیلند. با کامپیوتر چنان ارتباط بنیاد کردن که از دنیا کنده شده‌اند. خوش آمدی عاطف. کن اینها رو یک ببین. حالتشان بد است، اما گفتن که تو کاری کرده میتوانی. عاطف، یگان امید هست؟ آقای پروکورور، اینها همه مردند، به احوالشان گریستن در کار. اینقدر تعریفت کردن همین سخنت؟ آقای عاطف، در این دیسک معلومات هایی هست که برای دولت خیلی و خیلی مهم است. می شود. من اینها را جراحی می کنم. اگر نشد رمزها و هارد دیسکایشان را در کامپیوتر دیگر رندر می کنم و بعد انتقال عکس می دهم مثل انسان. بعدتر ریلود می گیرد و بعد اپگریدر می کنم. با خدا اگر چیزی فهمیده باشم نجیب نباشم. گوش کن، چی که میخوای بکن، مهم که چاره بیابی. خاطر نشه به سر دارم، چخیلی که در دموکراتیا چاره و تدبیر به آخر است، در تکنولوژی هم همین طور است. کاری که به ذمه ما سر میکنیم. ما هم کار خودمون را میکنیم. بچه ها مرکزهای خوبی سودا را دیده میبرایند. معلومات لازمه را به بالا میرسانی. دری خزینه مالی را کشایند. آن طرفش را فکر بکن. در این حال بخیلی نمیکنند. سردارم، جنایدی که ضربه زد بی جزا میماند مگر؟ نه اتنا نه، نمیگذاریم که تا گویند که نوح انگوشه از پلیس ترسیده است. کاری کرده این آدم را باید بکشیم. از کجا دونیم؟ ممکن اتنا و مرا هم فروخته باشد یا اینکه میفروشد. بیا. سردارم تلویزیون رو بینید. محترم سردار، پیشنهاد
سرقانون را آغاز کردید؟ بله، در حقیقت حالا در حالت سنجش قرار دارد. آیا مسئله کردها در سرقانون دیده می شوند؟ چطوری که میدانید سرقانون کشور تجدید نظر میخواهد. اولا هدف ما سرقانون را باز هم دموکراتی کنانی است. به شما هم گویم سر مسئله کردها هم تبادل افکار میکنیم. خیلی خوب. محترم دادستان، چند روز قبل در رسانه ها عاید تحقیر شهروندان اصلی سر و صداها موجود است. شما در این باره چی گفتنی دارید؟ اینها مسئله های سیاسی و من حقوق شناسم، موضوع من نیست. محترم دادستان، در کشور برای بنیاد دولت نو در مسئله کردها و ترور چه شرح داده می توانید؟ این سخنهای بی‌معنی را کی میگوید؟ چنین شدنش ممکن است که همه گونه حادثه گشاد روشن گفته شود. شرح لازمه را در مدت کوتاه تقدیمتان میکنیم. حاضر با اجازت شما. مرحمت. آقای عمر. بله. من رانا توپال، روزنامه‌نگاری آزادم. خیلی شادم. من میتوانم با شما درباره شرق کشور و ترور در علیحدگی صحبت کنم. با من؟ بله. شما نفری هستید که بی‌واسطه به این کار مشغول هستید. عاید این موضوع تحقیقات ها گذرانیده اید. شما راه راضی کنندن را خیلی خوب میدانستید. وقت داشته باشید امشب مهمانداریتان میکنم. صحبت میکنیم. زنگ زنید. تشکر زیاد. پس امشب مهمانی شما میشوم. باری دیگر تشکر. چی خوب که از نجیب هم خلاص شدیم. خبری بد خیلی زود پهن می شود. زنی نجیب خبری برگ نجیب رو می دهد. هنر پر؟ خوبم. شما خوب هستید؟ روز تولد الپره؟ امشب؟ آقای نجیب هم می شوند؟ چرا دیر گفتید؟ مایلا شبا جان می آیم. توبه کردم، نجیب نمرده است. حاضر بازنش گپ زدم. نشان نوبتی تو دشمن دین پروکورور کافر است. کسی این آدم را به دوزخ روان کند جنتی است. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم سلام. شنید. با رفیقمان مرد شناس شوید. از این پس رفیقی هم دعوای ماست. سلامت باشید. تشکر. سلمان دادرمان دانشجوی حقوق شناس است. بعدلیه بی عذاب می درآید. این رفیقان را در امر تو می دهم. کار را یک جای حل می کنید. از آنجا با تکبیر و صلوات می براییم. پروا نکن، خدا با ماست و ظفر از ماست. لیکن یک چیز ناروشن است. مرحمت. نمی شود که ما به اداره عدلیه هجوم نکنیم و خود این سوها را تنها دستگیر کنیم. آخر این آسان است. نه، نمی شود. آن وقت با ما مناسبت دلخواهشان را می بینند. ما می خواهیم که همه مردم دانند که ظفر اسلام قریب آمده است. حتی تمام اخبار عامه آنجا میشن و آوازمان را هم می براریم. شما گفته های ما را اجرا کنید. باقی چیزی را فکر نکنید. من کار دارم، می برایم. برادر مرد، هر دو به تو امانت. با جان و دل، با چشم. با جان و دل. بیا. محترم سردار، دادستان سوها آمد. اجازت ده. مرا دعوت کردید؟ سوها، باز این تغییرات سرقانون از کجا برآمد؟ خودش چی گفت؟ سردارم چنین روش خوب نیست. در این کار
دست سیاستمداران، اخبار عامه و دیگر گروه های جمعیتی است. روبرو شدن دشوار است. من بیهوده این سالها نگاه و بینت کردم، تو را دستگیری کردم، به من مشکلی ایجاد کنی گفته؟ نه سردارم، من مقابلیت نشان دادم، اما تنها آواز من صدا نمی دهد. به قرار تقصیر نمی کند. از جمله پروفسور آقای عمر یک روی دارد، احتمال در آخر تغییر می یابد. تغییر نمی یابد. چی ارزش داشته باشد هم تغییر نمی یابد. مجلس نمی شود. سوها این وطنی با جان و دل برابر را با ترورستان و خائنان نمی دهیم، همین خیل نه؟ چی ها گفته ایستاده سردارم؟ سوها اگر لازم شود جنگ با دندان میکنیم، همین خیل نه؟ جانمان؟ میدانی برای چی؟ چرا سردارم؟ زیرا دولت هم مایم، ترور هم مایم. ترور نباشد پول به دست نمی آوریم، پول به دست ناریم ترور کردن نمی توانیم. پس چی می شود؟ نصف می شویم. فهمیدی مرا؟ چی که خواهد اجرا میکنم؟ پردو مجلس نمی شود. چگونه؟ درباره مجلس چیزی میدانید؟ میبخشی گفتنی بودم که از آنجا چیزی نمی براید. از غضب زبان هم آمیخته می گردد. میلش تو رو برای مجلس آینده تیاری باید بید. به چشم سردارم. برادر آن همین است. امشب سلاح را در همین حاجت خانه میمانم. مجلس در همین اتاق می شود. نمیفهمم آخر چرا برای یک پروکورور به مثل ریم با رفتار میکنیم ها؟ یک کس رو دو پراند همین خیل نه؟ ها؟ سرحد همین خیل امر کرد. او درستی کار رو میداند. خب میلش ها عاجلا باید بخوریم. میلش امشب به مزار پدرت بیا. مزار پدرم؟ مزار مرد ایون را نمیدانی مگر؟ میدانم. حالا با مفهوم پدر عادت نکردم. انتظار میشوم. میلش سلام. رنا خانم خوش آمدید. خوش باشید. بفرمایید. مرحمت. تشکر. خوش آقای عمر سر میکنیم؟ البته مرحمت. خیلی خوب. ما آماده ایم. پدرت در همین جا خواب است. چرا نه با نام اساسیش؟ وصیتش همین بود، کسی نداند گفته. نقشه کشتاری دارند. سوهانان پروکورور را کشتن میخواهند. من هم دوستش نمیدارم لیکن چی؟ پدر یک رفیقی نزدیکم است. وگرنه که خودم میکشتمش. همان نفری که آیلت را حقارت کرده بود. خودش. پس من برای مردن آن به تو فرصت. حتی این آدم در کارهای حرام دست دارد. بگذار کوزه در لب آب شکند. من به کشتن وزید نیستم، لیکن هجوم به عدلیه بعضی دشواری ها ایجاد میکند. در آنجا حقوق شناس های بناموس هم هستند. کار دولاب میشود، شور و غوغای زیاد میخیزد. حاضر که وقت هست حزب جهاد را نیست نابود کنیم، همشان را پرانیم. نمیشود، سراسیمه نشو. حالا تمام ارتباط های گروه را نمیدانیم. اگر حاضر گروه را به کلی نیست کنیم دیگرش پیدا میشود، حتی بزرگترش. اما با تو میگویم که بیگناهان میمیرند. آنها بیگناهند؟
میدانی آدمانی بیگناهی گفتد پگاه برای چی جمع میشوند؟ برای چی؟ 100 سال است که خون شهیدان ریخته است و حالا میخواهند که راه یابند تا با تروریستان سری میز شینند. تو جدی میگویی؟ تنها این نه، نقشه اساسی سرداری تروریستان را از حبسخانه برآوردن است. کسی این کار را میکند وطن را پاره کردن است و آنها بازیچه قوه‌های بیرونند. نقشه دارند تا سرقانون را عوض کرده دست و پای دولت را ببندند. تو حالا بسیار چیزها را نمیدانی، میفهمی؟ من این موضوع را فکر نکردم. تو حالا بسیار چیزها را نمیدانی، میفهمی؟ با تو میگویم نه همه چیز به مثل دیدار است. معلوم نیست که دست کی در کیسه کیست. حیران مشم وقتی که وطن دوستدار خائن و خائن وطن دوستدار برآید، میفهمی؟ اول ماهیت مجلس پگاهینه را دانستن میخواهم. بگویید که چرا تغییرات سرقانون اینقدر مهم است؟ برای پیشرفت وطن و ملت لازم می آید که چهارچوبه دموکراسی را باز هم وسیع‌تر کرده، آزادی زبان و نژاد و اعتقاد و دین را در چهارچوبه سرقانون جا کرد. میفهمید؟ وگرنه دولت از پیشروی عقب مانده به کشوری تاریک مبدل می گردد. البته که شخصی با عقل این را نمی خواهد. شما همچون شخص زیایی با من راضی شده می توانید؟ البته برای همین از حل کمبودی های زبان باید آغاز کرد. با فکر شما این کاری درست است؟ چندین سال پیش احترام زبان را در عمل نشان دادیم. حتی با زبان کردی اخبار و سرودها خوانده می شود، همچنین روزنامه ها، مجله ها و کتاب ها چاپ می شود. لیکن تا حال مسئله حل خود را نیافته است. چرا حل نمی شود؟ جوابش خیلی آسان است، اما چاره را باید در داخل نه یا در دیگر جا باید کافت. مثلا کجا را کفتیم؟ مثل شویتساریا خواستیم اما انگلیس را کافتیم. مثل ایران خواستیم و ایرلندیا را کافتیم. و مثل آلمان خواستیم و مصر را کافتیم. میفهمید؟ حالان که چیزی که گم شده است همان را باید جست. بله، جمله در کاری را گفتید. ما فرهنگ و اداره کنیمان را بر وقت گم کردیم که آن برادری و برابری بود. همه مثل درخت آزاد بود و مثل جنگل برادر بود. انا همین طور. لیکن این را بخش نمیخوان. متاسفانه در این راه ده ها، صدها، هزارها شهروندان را از دست دادیم. مگر این تصادف است؟ این تصادف نیست. خواستتان را ورد زبان میارم. در پس این کار حاکم ایستد گروه تروریستان ارگنکوم. پدرت را فکر کن. برای این دولت سالها خدمت کرده است. از دادن جانش نترسید. حاضر او را از دیگران پرسی 100 دروغ میگویند. زیرا سیاستمداران آدم را چون لطه استفاده برده میپرتایند. این خاک و مرز، این وطن بسیار جوانمردانی با شرف و بناموز، با وجدان و با ایمان را دارد. ما جانمان را برای این وطن در گرو مانده ایم. در این ره مردن هست، بازگشت نیست. آنها حقوق انسان گفته وطن را میفروشند و ما چشم پوشیم. بله، این روشمان خوب نیست، اما چرا با یک تردو نشان نزنیم؟ راست میگویی. تنها یک پروکورور میرود، حتی پروکوروری که کیها سزاوار مرگ بود. این را گیر. در دست تو ایستاد. سلاح؟ سلاح پدرت پیش از مردن به من داده بود. گفته بود که به یگیتم بده. اکنون نوبتی تو. جسارت پدرت را در تو میبینم. اکنون نوبتی تو.
در 20 سال اخیر جنایت ها، سوءقصد ها و ترور ها را ارگنکام کرده بود، اما این را نه همه کس زود باور میکنند. میفهمید؟ لیکن این حقیقت است. چرا ارگنکام زوال گروه تروریستان رو نمیخواهد؟ چون که 20 سال است که ارگنکام ترور برای فایده خود استفاده میبرد. چون که اگر ترور نشود، نقاب وطن دوستداری ارگنکام که سالهاست استثمار میکند به زمین میافتد. عیان میگردد که ارگنکام این خود پارچه از ترور است. این حقیقت است که روزانه در حبسخانه ها قهرمانی نشان نمیدهند و حتی بر روی مردم نگاه کرده هم نمیتوانند. پس در این حالت چی باید کرد؟ یعنی این گفتگوی شما خیلی کاری بزرگ است. این ادعای بزرگ است. بله، اما اثبات کرده می شود. چه خیل؟ با شما بر این روزنامه نگاران تحقیقاتچی را به شرق کشور برای تحقیقات ترور و ترکش‌های پی در پی دعوت میکنم تا کمی هم باشد سهم خود را گذارید. روز شهید شوی 33 نفر را ببینید. رئیس جمهور از کیها گزارش طلب کرد. 37 نفر در مهمانخانه سوخته شد. کدام جیانی وزیر را در همان روز مسئول بخش تروری همان منطقه تعیین کرده بودند؟ همه اینها درست است. روی این کار کنید. نتایج کار را با چشم خود میبینید. در سرحد 10 شهیدها را از دست میدهیم. این تلفات برای نفع کیست؟ ارگنکام در کجای این کار است؟ از شما بر این روزنامه نگاران فعال خواهش و طلب میکنیم که دنبال این کار شوید. ببخشید آقای عمر. لبای ممدو. فراموش کردم. اپای هنر زنگ زده بودند. چی گفتی؟ پایت معیوب شده است؟ مایلش تو رو آمده میگیرم. حاضر گپ زدن نمیتوانم، خاموش میکنم. خیر، مرا ببخشید. تعجیلا باید نفری رو ببینم. انشالله باز با میخوریم. هر وقتی که خواهید. به شما تشکر زیاد. تا دیدن. تا بازدید. حسابی ما را بیارید. با سخنهای پادر هوا هجومی که به من و روزنامه‌نگاران کردند، این هجوم به کشور بعد لحظه از عقب روی سخن میکنی، بعدم به دموکراسی میگذاری. کشور دموکراتی این حمله نشان میدهد که کشور چگونه به عقب رفته ایستاده است. من نگفتم. تو تیوار یک گپ رو تکرار میکند. دخترم در را کشو. الپرین بیند، من شمها رو میگذارم. امشب شبی من است، امشب شبی من است. ملا شد، من خودم میبینم. امشب شبی من است، شبی من است. سلام اکای نجیب. خوش آمدی ملکه خانم. مرحمت درا. با فکر من کمی بر وقت آمدم. کی بوده است؟ ملکه دخترم، خوش آمدی. خوش باشید. نجیب، چی دختر رو در پیش در انتظار میکنی؟ بیا. خوش آمدی. ممدو، یک لحظه است. مثل کودکان بیادب هستی. چرا در راهت راست گشته نمیتوانی؟ گوش کن رانا، آخرین بار میگویم، بخی گوشم وینگ وینگ نکن. به این هم پایم درد دارد. 2 تا درد رو برداشته نمیتوانم. خدای توبه، فکر میکنم که بمب زیر کرده ای. رفتیم. دستم را دار. چی خوب است برای انسان که رفیق حیاتی دارد و در وقت ضروری دستش رو میگیرد. همین خیل نه؟ رفیق حیاتی گفتی؟ توبه کردم، گفتنی بودم که رفیق در حیات داشتم. زود به خود نکش. شد آخر زبانم لغزید. شد. ممدو، وزنت رو با پایت بار نکن. وزنت رو با پایت بار نکن گفتم، نمیشنوی؟ خدا.
خوش آمدید. میمدو با پایت چی شد؟ خوش باشید. هیچ گپ نشده است. میخواد دقت جلب کننده باشد. سبحان الله. یگیت آمد؟ نه آمد. او رو خبر کرده بودم. نمیدونم شاید آید. بیا درم. آیسته. دنیا را دیدی برادر، به جز تو همه را حل دارد. باز یک سال دیگر کلان شد الپرین. کنیگر الپرین، زاد روزت مبارک باشد. خداوند به تو عمر درازی با برکت عطا بکند. این از من و مادر و اپت میلش قناعت کن بچه، قناعت کن. کارمند دولتی؟ این خیلی نگه. من پدر و مادرم رو با توفه عوض نمیکنم. همینش برایم بس است. بچه جونی یک توی من انشالله تویت رو هم میبینم. زنک صبر کن، در این قطار مجرد ها بسیارند. قطار رو ویران نکن. مبارک دادر جنکم. مبارک شود. اکا یگید چرا ناومد؟ نمیدونم شاید می آید. انا این توفه از نوی من الپرین. دیدی دستم، به جز تو همه شادی میکنند و میخندند. قهرمان شدن دشوار است برادر. در این دنیا مرا تنها تو میفهمی و تو هم به فکرم چندان درست نمیفهمی، زیرا تو هم قهرمانی ساخته ای، قهرمانی خیالی. قهرمانی ساخته و خیالی قهرمان نیست، تنها یک آرزو است. عدالت گفتی، عدالت جستی، ولی کجاست عدالت؟ کجاست؟ خدایا من عاقبت دیوانه می شوم دوستم، دیوانه. فهمیدی؟ همدمی دیوانه تنها می تواند دیوانه باشد دوستم. می فهمی؟ مرحبا. تشکر. تشکر. گیرت مرحمت. گیرت دوچه جون. حاضر می آیم. سردارم بخیر است؟ با کجا؟ هیچ گپی نیست. یگید در ما چنین عادت است مگر که به سلام و کلام هدیه گذاشته روند. این رفتار ضد عادت ما نیست؟ سردارم من دیگر راهی معین ندارم. درست میگویی. کمی راه را گم کرده ای. دروغ نیست. سردارم التماس، میدانید که با شما بس کرده نمیتوانم.
بیا به خانه درویم. مایلش ما رو گذار کردی به خاطر الپرین. نه سردارم، هر لحظه میتوانم تب شما را خیره سازم. گوش کن، به حافظ توی نمی شود. دهانمان از رفتن تو بمزه شده است. بیا درویم. مرا به حال خود مانید سردارم. به فهمش خودم. مطمئن باشید این به فایده هممان است. بله سردارم. به شما شب خوش. یگیت مرا. سردارم باید روم. چون پرنده بدان میافتی. به ما بیقنات هستی. مرا بیست. سردارم در من نه فرمانده است و نه بال. احوال منی بیکس و تنها را نمی بینید. اگر خواهی به من داد بزن. چی که در دل داری خالی بکن. میدانی که تو را تنها من میفهمم. مرا خواهش میکنم. خدا از شما راضی باشد. لیکن مجبورم. پخ پخ پخ. دادت باز کجا شد؟ نزدش نفری هست؟ یگیت است؟ اکا یگیت اومده. یگیت در اینجا. بیا ممدوک، با فکرم یگیت به خانه در اومدن نمیخواهد. با او رفته گپ زنیم. نه من نمیروم. به این هم پایم درد میکند. کمی طاقت کنی چی میشود؟ نه به خدا نمیروم. بیا مان. توبه، مثل عروس ها دائم ناز میکنی. یگیت. اکا یگیت کجا شد؟ رفت. مرا گفتم اما رفت. ببین به تو توفه آورده است. توفه رو چیکار کنه وقتی که خودش نباشد؟ او چرا رفت داده؟ من او رو یاد کرده بودم. شاید من با او زنگ زنم. زن. تو زنگ زنی انیق می آید. غمگین شود همین خیلی رفتار میکند. رفتیم. جواب نمیدهد. جواب نمیدهد؟ آنا کی مثل عروسک ناز میکند رانا؟ تو خاموش است. تو نسبی مرا مسخره کردی. ممدوک توپال. چی ناومد؟ ناومد. حتی خاطری الپرین رو هم نکرد. با این بچه چی شد؟ انیق دردی دارد. همه ما ناحق نباید باشیم. ممکن یگان کار داشتگیست. اپای ملیکا، یک بار شما با اکا یگیت گپ زنید؟ شد این موضوع رو محکم کردیم. باید به انتخابی کرده مردم احترام داشته باشیم. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо.
یگیت میدانی چی کار میکنی؟ چه کوشش ها داری؟ من مست تو دیوانه من را کی برد خانه 100 بار تو را گفتم ای خدا وای این همان خیری نیست مگر؟ یا خدا من نیست شدم مردم مرا معاف کردی استانبول تو مرا کشتی نیست کردی سلام برادر سلام جناب سلام ببین تو هم مثل من تنهایی چرا اینقدر نوشیده ای؟ کی؟ من؟ چرا نوشیدم؟ نوشم هم مست نمیشوم 7 اندامت را ببین من ننوشیدم این یادی گذشته مرا مست کرد نخود یادداشت‌هایت از چند قسم عبارتند؟ 180 ای خیری احمق ای خیری ابله جای کاری خوبی هم داشتی قدرش رو ندونستی ای کله پوچت پوست من هم مثل تویم سرکمسر یگیت جناب خیری من احمق اصلا زیاد نشدم آیا من خواب میبینم؟ خواب نیستی خیری بیداری این چه احوال است باز نوشیدن را سر کردی ها؟ نه ها؟ بامانده چی؟ اکا من کودک بودم پدرم مرا مجبور می‌نشاند ازار مونده رو همش عیبی او همش کاری او اکا جون من شما رو خیلی یاد کردم گپ نزن اکا جون بیایید به آغوش گیرم خیلی اکا جون ایستا اینقدر بو میکنی اینقدر بو بعد اگر گوگیر زنم در میگیری رفته راگر آیسته اکا جون تو رو احتیاط کن راگر کردم من مست تو آیسته ای از این زندگی بیزار شده کجا شدن دورانی گذشته خیری اینقدر واهمه نکن خیری ما احوال پیشینت را نظم میدانیم من در کجا؟ با من عرق بیارید برید این را از اینجا گوش کن مرا خیری اگر یک باری دیگر عرق نوشیت را بینم سرت را میکفانم فهمیدی؟ دیگر نمی نوشی فهمیدی؟ تمام سرکمسر یگیت اطاعت میکنم الکی بس کردم توبه کردم گوش کن خیری من حاضر میروم ولی گاه خبر میگیرم برای تفتیش اگر باری دیگر عرق نوشیت را بینم سرت را میکفانم فهمیدی؟ نروید فهمیدی؟ نروید سرکمسر نروید عقل شما برا تنها نگذارید تنهایم ای دوستان برادرم مرد همچون فراش وارد بینا میگردد سلاح را از درون گرفته به شما میدهد فهمیدید؟ تمام فهما سردارم مرد برادر نظر کردن اطراف به ذمه تو میگردد همه تان تالار مجلسگاه را میدانید بله میدانم نباشد همه چیز آماده است کنی بینم شما را غزوات مبارک شود بر کافران رحم نکنید
ба кофирон? прокурорро мегӯям, коратонро мебинам. ба мо як бори дигар зафари исломро нишон диҳед. рафтем. салмон, ту каме сабр кун. рафтем. меравем. خوش چی به دست آوردی؟ با عذاب سر دارم. سوخت است اما قسمت خوردش کمی سلامت است. در درون اینها حافظه های مخصوصی هست که فهمو یگان چیز مگو التماس. من دیگر یگان چیز رو نمیفهمم. چی به دست آوردی همان رو بگو. بیا. ممدو چرا به کار آمدی؟ نگفتم که خواب رو استراحت کن. گفتید لیکن خواب رفتم و خوابم نبرد. سردارم من بیکار ایستاده نمیتوانم. خوب. عاطف چیزی به دست آورده است. چی به دست آوردی عاطف؟ نمیدانم. ثبت جلسه ای باشد. خیر مان گوش کنین. زود باش. لیکن بعضا آواز گم می شود. اندر شد. آتنا با کردانی خود با یگید روبرو می شود. در حیات شخصیش بدتر آتنا را با ساختار ما جلب می کند. البته که تو سویا هم از رسد اومده را کردی. همینقدر؟ ای از حافظه سوخته شده همینقدر هم برآمد است. البته شکر کنید. سویا، آتنا اینها کی باشند؟ معلوم است که نفرانی می باشند که نزدیکان یگید می باشند. نقشه های برباددهی یگید. سند را دسترس کردیم. اتینا کی باشد؟ کوری کرده زرد رو از بین میبرداریم. چی خیل میکنی؟ من نه، تو میکنی. من؟ چی خیل؟ من کسی رو کشته نمیتوانم. اینها کودکانی تو اند؟ بله، چی ارتباطی دارن؟ نادرست نفهم. شخصا من مرگ کودکان رو نمیخواهم. میدونی مرگ کودکان در کشور ما نظر به اروپا خیلی زیاد است. شما چی گفتنی هستید؟ یا زرد یا کودک هایت. آدمانی ما هرگز به اشک چشمانی تو نگاه نمی کنند. شما دیوانه شده اید. دیوانه. میلش مادامی که نمیخواهی. ایستا شد میلش. آقای دادستان، سردار از ملیکه شبهه دارد. دختری در نزدیک یگید بوده. معشوقش؟ بله همین خیل. زحل شاهد پنهانی جنید زرد. چی نقل کرده بود به یاد دارید؟ بله. و فکرم این همان نوار دوباره است. به این باوری دارید؟ مطمئن نیستم، اما دلم چیزی رو حس میکند. سردارم، بهتر از خود جنید پرسیم. حتما او میداند. من میروم. من هم میایم سردارم. در ماشین میشینم. با همین احوال؟ هیچ غم ندارد سردارم. خوش نباشد، بیا رفتیم.
مرحمت. تشکر. بفرمایید. واخوری های امروز سر میشوند آقای عمر. میبینیم چیزی که برای وطن و ملت و خیر باشد همان رو میکنیم. معذورم دارید. ببخشید. اول من میدرایم. بعد از 15 دقیقه شما میدرایید. در حاجت خانه وا میخوریم. ها. تنها پروکورور سوها یگان کسی دیگر رو حتی آزار هم نمیده. فهمیدید؟ مایلش برادر. خب. آقای دادستان حادثه رخ داده رو شرح دهید. کی گفته است این خیلی گپ نیست؟ آقای دادستان حداقل در روح ملت سنگ نگذارید. حداقل یک مرتبه. رانا خانم پس شما تغییرات را کنید. اگر کنم هم از شما بهتر میکنم. چیکار کنیم هم از دستی دوستداری وطن میکنیم. میخواهم که کشور به دستی بیگانگان نافتد. شکر که این دوستداریتان مانده است، وگرنه به سری ملتتان تیر خالی میکردید. هرچند کاری نکرده اتان نمانده است. دوباره هم صحبتت نمیشوم. چرا او به ما چیزی نمیگوید در این باره؟ تشکر. با کجا صبر کنید. با بیمار خوراک آوردم. مایلاش گذار. شما کیستید؟ حجت دارید؟ من ادوکتم. نو به کار آمدم. این یاردمچی من.
марҳамат ҳуҷҷатҳои мо. марҳамат гузаред. як бори дигар гузаред. дар ҷай батон чӣ доред? нишон диҳед. хуб гузаред. силоҳро гиреду интизор шавед. ман дар наздикҳои толори маҷлисгоҳ мешавам. маҷлис ки сар шуд ба шумо хабар медиҳам. интизор мешавем. эҳтиёт кунед. تو در ماشین انتظار شو، هرگز نفرو. من با زرد گپ میزنم و زود میآیم. فهمو سردارم. اینها در اینجا چی کار میکنند؟ چی گپ شد؟ این صدای چیست؟ ایست! چیکار میکنی؟ آواز سلاح. زود زود. یوری دهد. یوری دهد. نیست. نپران. 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 ایست پلیس! ایست! دور شوید! نزدیک نشوید! لبای سردارم. مندو در درون با سلاح حمله شده است. زخمی دست و گریخت. فهمو سردارم.
Volkan. در آخر مرا کشتند. شکر. کشتند. آروم شو. یک طرف işte. ایست پلیس. احمق با همه کوربینیش رو میخلاند. مرده است. آقای جمعه چیزی که میدونی حاضر با من بگو. در بینتون اتنا نام آدم هست کیستون؟ اتنا. اتنا ملک است؟ دختری کبوتر ملک است؟ کمی دیگر غیرت کن. این رسم رو بین. همین دختر است؟ کمی دیگر با خود بیا. بگو اتنا ملک است؟ خوش. کاش که همین کار رو به آخر رسانیم. با اجازت شما مجلس را آغاز میکنم. چطوری که میدونید فرصت پیشرفت کشور نصیب ما بوده است. مجلس سر شد. برایید. رفتم.
صدای تیر می آید از طرف مجلسگاه. زود باشید. مرید کافران حرام. الله اکبر، الله اکبر. سوها چیگم خودش پرکرور سوها از طرف حزب جهاد به مرگ محکوم شده ای. مرد کافر حرام. نابکاران اینا همه را میکشند رزیلان. الله اکبر. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز اومد، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.